ما از شبکه‌های اجتماعی، از اینترنت، از تلویزیون خبر داریم که تا حال وضعیت بدخشان ناآرام است و بعضا اشخاصانی هستند که آرامی این بدخشان را نمیخواهند و یکی از سرکرده‌های گروه جنایتی محمد باقی که کارمند دولتی را در کارخانه در آمده لطوکوب کرده است و باز مردم بدخشان طرفدار این هستند و باید قانون برای همه یک است و باید قانون جزای آن را دهد. مثلا در تمام ولایت‌های تاجیکستان قانون است و برای یک جنایت کمتر آدم‌ها را محکم می‌کنند و این باید در نزد قانون جواب خود را گوید. باید مقامات خاموش نایستد و جنایتکار را دستگیر نموده باید در نزد قانون جواب خود را گوید. مردم بدخشان، شما طرفدار این جنایتکاران نباشید. باید این جنایتکاران جزای خود را گیرند، چون که اینها آزادی شما را نمیخوان و نمیخوان که ولایت بدخشان آرام باشد و شما طرفدار اینها نباشید و شما باید طرفدار قانون باشید که این جنایتکاران جزای خود را گیرند و شما مردم بدخشان آزاد و آسوده گردید.